السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، مترو لوبلینا جای حجامه و جای دعاخوانی و دیگهش انشاءالله که رقم هایی که در روی اکران میبینین میتونین که مراجعه کنین. ادرس ها در روی اکران نوشته شده. فقط به خاطر الله ماه شریف رمضان با طاعت عبادت الله باشین، ویدیو رو به دیگران برسانین تا اینکه کسانی که باید به حجامه یگان بیماری یگان چیز داره هر آنچه که دست ما میآید تا اینکه به خاطر الله کمک خود را برای برادران مسافر و مهاجر برسانیم. هر انسانی که حجامه میکنه در مترو لوبلینا برای اونها یک قرآن تحفه داده میشه و یک آب زمزم، یا اینکه به خاطر انسانایی که روزدار هستند یک پچک خیرما و آب زمزم تا اینکه روزشون طبق سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم با خیرما بشکوین و آب زمزم را بنوشن ان شاء الله. از همون خاطر دوستان عزیز، الله سبحانه و تعالی هر یک ما و شما را توفیق بندگی عطا بفرمایه. ماه شریف رمضان ماه گرسنگی نیست، ماه عبادت است. ما انسان است که شب و روزها برادران ما و شما که از دنیا رحلت کردن آرزوی اونها هستن که یک روز ماه شریف رمضان یعنی با خود درک کنن، یعنی در همین شب و روز باشن. اما متاسفانه اون برادران ما و شما از دنیا رحلت کردن. الحمدلله که عین حال ما و شما زندگی داریم در این ماه شریف رمضان، فرصت را از دست ندهیم، با طاعت عبادت الله اون رو بگذاریم تا اینکه شاید که ماه دیگه تا اینکه سال دیگه ما نباشیم در این ماه شریف رمضان. یعنی مرگ غفلت به نهایت زیاد شدگی است. یکی از نشونه های قیامت همین است که مرگ غفلت. انسان ها به یگان سبب از دنیا میگذرن، به یگان مشکل، یکی ناگاه ناخواست یکی امین سبحان الله یگان صدمه دچار شد به یگان بیماری کرونا ویروس و دیگهش. المهم که میگذرن همون روز و ساعت الحمدلله که حالا با ما و شما آمده است، باید چیکار کنیم؟ فرصت را از دست ندهیم، با طاعت عبادت الله بگذرانیم. خداوند هر یک کدیم ما و شما را نگهبان باشه، توفیق بندگی و رزق حلال و عمل هایی که نزد پروردگار قبول میشن اون عمل ها را خداوند برای هر کدیم ما و شما نصیب گردانه. در حق انسانایی که بیمار هستند در حق اونها دعا کنین که خداوند برای اونها شفای کامل و عاجل عطا بفرمایه. فی امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.